به راهنمای جامع موتورسواری خوش اومدی. چه هنرجو باشی چه دنبال تقویت مهارتات با تکنیک‌های پیشرفته، جای درستی اومدی. تو این ویدیو همه چیزو بررسی می‌کنیم، از اصول اولیه گاز و ترمزگیری تا حفظ تعادل و حرکت تو پیچ‌های تند. پس اگه آماده ای که هوشمندتر، ایمن‌تر، با اعتماد به نفس بیشتر موتورسواری کنی، بریم سراغ کار. در سمت راست موتور جاپا و ترمز عقب رو داریم. ترمز عقب با فشردن به سمت پایین عمل میکنه. پا باید تقریبا روی پنجه پا روی جاپا قرار بگیره. پا میاد جلو، ترمز رو میگیره، دوباره بعد برمیگرده سر جای خودش. نباید دائم روی ترمز باشه و نباید هم به این صورت به بیرون باشه. فرمون موتور سمت راست گاز رو داریم و ترمز رو. اینا رو هر دو رو با هم استفاده نمی‌کنی، یعنی دیگه وقتی که ترمز میگیری گاز نمیدی. روش درست گرفتنش هم به این صورته که باید دست رو به این صورت قرار بدی، دو تا انگشت رو ببندین دور گاز و دو تا انگشت رو روی ترمز بذارین. این به خصوص تو ترافیک، جاده‌های پرپیچ خم مهمه که از این روش استفاده کنید. کیل سویچ رو داریم اینجا. تو بعضی موتورها کیل سویچ و استارت مشترکه، مثل این موتور من. تو بعضی موتورها یک کیل سویچ داری و یه دکمه استارت. تقریبا این زیر قرار میگیره، استارت میخوره خاموش میشه. کیل سویچ برای اینه که موتور رو خاموش کنی. وسطش سویچ رو داری. سویچ برای اینه که موتور رو روشن کنی و اینجا دیگه استارت نمیخوره، استارت سمت راست بود. اینجا داشبورد موتور رو نشون میده. در سمت چپ این دسته که حرکتی نداره، اینجا کلاچ رو داری. روش درست گرفتن کلاچ هم با 4 انگشته. 4 انگشت باید نگه داری. اینم برای اینه که در طول روز که دست خسته نشه، قدرت داشته باشه برای یه روز کامل از کلاچ مرتب باید استفاده کنی. نکته مهم دیگه راهنماست. راهنما به سمت چپ، راهنما به سمت راست. برای خاموش کردن هم معمولا باید به وسط فشار داده بشه. حالا بریم به سمت چپ و پایین. دوباره جاپا رو داریم و دنده موتور به این صورتی که از یک شروع میشه، بعد میاد خلاص، بعد 2 3 4 5 و ممکنه تا 6 دنده داشته باشیم. موتور من یه چیز اضافه داره، این دیوایس هست، این وسیله هست که به دنده وصل شده. اینم بهش میگن کویک شیفتر، یه وسیله که بعداً توضیح میدم براتون. برای اینکه موتور رو در حال خلاص بذارین، کلاچ رو بگیرین برین دنده یه و بعد یه نیم فشار بهش میدین که میاد در حالت خلاص قرار میگیره. در ابتدا که موتور سواری یاد میگیرین سعی میکنین تو حافظتون نگه دارین که خب الان دنده 3 بودم 4 بودم، ولی بعد که تجربه پیدا میکنین دیگه از صدای موتور، شتابش، نوع حرکت موتور تشخیص میدین حدوداً که در چه دنده‌ای هستید. دیگه به این خیلی فکر نمیکنین. اگر که داری رانندگی میکنین و نمیدونید تو چه دنده‌ای هستید، یه راه اینه که برید دنده 6 و دوباره بشمارین به این پایین، یا اینکه برید دنده 1 و از 1 دوباره بشمارید بیاید بالا. تو دور موتور 3000 یا 4000 دیگه باید دنده عوض کرد، یا باید رفت بالا یا رفت پایین. ازتون خواهش میکنم که کلاه ایمنی رو استفاده کنید موقع آموزش. حتی در سرعت کم 20 کیلومتر وقتی آدم زمین میخوره کنترل به گردن نداره و سر ممکنه به آسفالت بخوره و آسیب جدی ببینه. در نروژ دانش آموزان مدرسه موتورسواری باید تجهیزات کامل بپوشن، یعنی چکمه، شلوار، کاپشن، کلاه ایمنی موتورسواری داشته باشن به همراه دستکش. این رو وقتی که با مربیشون به خیابون میرن و همچنین موقعی که امتحان رانندگی میدن باید این تجهیزات کامل رو بپوشن، وگرنه مسلما تو امتحان رد میشن یا اجازه امتحان بهشون داده نمیشه. تمرین اول نیم کلاجه. یه جایی که شن و ماسه نداشته باشه، آسفالت تمیزی باشه پیدا میکنم. میخوام اونجا سوار شم، برای اینکه میخوام با اطمینان کامل پامو زمین بذارم. اگه یه جایی باشه که شن و ماسه داشته باشه، وقتی پا رو میذاری زمین ممکنه که بالانس پا از بین بره، پا سر بخوره و زمین بخورید. برای سوار شدن از سمت چپ موتور دست رو میذارین رو فرمون و با کمک اون سوار میشین. بالانس میکنید موتور رو، یه خورده خودتون جابجا کنید، راحت بشینید. جای ابزارهای مختلف رو چک کنید. مثلا این گاز، این ترمز، اینجا کلاج رو داریم، دنده به سمت پایین، به سمت بالا با قرار دادن زیر پا. طرف مقابل هنوز روی جکم طرف مقابل هم ترمز. توی تمرین‌های اول از ترمز عقب استفاده نمی‌کنیم، می‌خوایم خلاص کنیم موتور. اول کلاج رو میگیریم، بعد فشار میدیم بره 1، بعد به آرومی خلاص میکنیم. حالا موتور روشن میکنیم.
ببینید موتور من دنده رو نشون میده، روی نیوترال یا خلاص هستش. جک رو میزنم بالا و موتور رو با زدن استارت روشن میکنم. اگر یه موقع دیدین استارت نمیخونه موتور، ممکنه تو موتورایی که کی سویچ و استارت جدا باشه ممکنه کی سویچ خورده باشه. تمرین اول نیم کلاج. برای این تمرین یه خورده گاز بدیم، کلاج رو یه خورده رها کنیم، موتور راه بیفته، بعد دوباره کلاج رو ببندیم و یک کمی ترمز بگیریم که موتور وایسته و همین کار رو هی ادامه بدیم. میزنم دنده رو به سمت پایین، میره یک. اول گاز میدم میخورده، میبینید 2000 RPM. بعد به آرومی کلاج رو بر میکنم، موتور راه میفته. موتور که راه افتاد دوباره کلاج رو میگیرم، ترمز و پا روی زمین. گاز روی 2000 تا یا 3000 تا یه خورده کلاج رو میکنیم. به محض اینکه موتور راه افتاد پا بالا، حالا ترمز، کلاج رو میبندیم، ترمز، پا روی زمین. این تمرین اول است. حالا میخوایم با دنده یک دور پارکینگ بچرخیم. دوباره همون مراحل رو انجام بدید. برید یک به این خلاص، کلاج رو میگیرم، استارت میزنم دنده یک. این بار به جای نیم کلاج روی 2000 تا RPM نگه میدارم، کلاج رو کاملا راه میکنم. هر دو پا بالا، حرکت، کلاج رو بگیر، ترمز، پا پایین. اینو یه بار دیگه تمرین کنید. میزنم یک، دور موتور 2 یا 3000 تا، کلاج رو به آرومی راه میکنم، موتور راه افتاد، دو تا پا بالا، حالا کلاج، ترمز، پا روی زمین. سر به بالا باشه، به افق نگاه کنید، به زمین نگاه نکنید، به دستگیرها نگاه نکنید. سر باید بالا باشه، به جایی که میری نگاه میکنید. حالا میخوام بچرخم با دنده یک. توجه کنید، جایی که داری میری باید نگاه کنی. اگه میخوای به چپ بچرخی باید به چپ نگاه کنی. موتور شاید هنوز چیزه، میخوام برم اونجا، نگاه میکنم به چپ. اون جایی که میخوای بری رو باید نگاه کنی. دنده یک، 2000 تا RPM. به آرومی کلاج رو ول کنید، راه افتادم. هر دو پا بالا، میبینید سرعتم از 20 تا بیشتر نمیشه. حالا میخوام برم به چپ نگاه میکنم، به آرومی میگردم. اول گردش به چپ راحت تر از گردش به راسته. دوباره شونه ها، دستا رو ریلکس کنید. ریلکس. اگر عضلات سفت بکنید، عضلات شونه رو یا دستا رو، رانندگی خیلی سخت میشه، زودم خسته میشید. ریلکس. دوباره نگاه میکنم، میگردم. حالا تمرین توقف. کلاج تا آخر میگیری، ترمز جلو، نزدیک به توقف رسید، پاتو زمین میذاری. وقتی با گردش به چپ راحت بودین، گردش به راست رو امتحان کنین، حرکت زیگزاگی رو امتحان کنین روی همون دنده یک و ترمز گرفتن. مرحله بعدی رفتن به دنده دو هستش. وقتی که دنده یک هستی و داری با کلاج کاملا باز حرکت میکنی، وقتی RPM موتور به 3-4 هزار تا میرسه، حالا وقتشه که بری به دنده بعدی، یعنی به دنده دو. برای این کار باید گاز رو ببندی، یه حرکت اینطوری به مچ میدی، گاز رو میبندی، کلاج رو میگیری، پا رو میبری زیر دنده و یه اشاره بهش میکنی تا بره به دنده دو. بعد شروع به گاز دادن میکنی و کلاج رو آروم رها میکنی. حالا این کار رو ما تمرین میکنیم. الان دنده یک هستیم، حرکت میکنم، یه بار دیگه دنده یک، سرعت به 3-4 هزار تا برسه و توقف. ولی توقف همیشه باید بیای یک، چون حرکت از دنده یکه. پس چی بود؟ گاز رو میبندی، کلاج رو میگیری، محکم به زیر دنده فشار میاری که بره دنده دو. در حالی که شروع به گاز دادن میکنی، کلاج رو رها میکنی. سرعت رها کردن کلاج سریعتر از دنده یکه، ولی کلاج رو یهو ول نکنید. یک هستم، گاز،
توقف. برای حرکت خزنده باید گاز رو تا 3-4 هزار تا گاز بدید، ترمز عقب رو بگیرید و با کلاژ بازی کنید. میخوایم با آرومترین سرعت ممکن و البته با تمرین بالانس تا دنده یک حرکت بکنید. 4000 تا RPM ترمز عقب گرفتی، با کلاژ بازی میکنید. پاها رو محکم فشار بدید به موتور، کمترین سرعت ممکن. اینو باید استاد بشین در انجامش. در بالا اگه به دستا نگاه کنی زمین میخوری. نمیخوای وقتی به چراغ میرسی یا یه ماشینی که متوقف شده هی نگه داری پاتو بزنی دوباره راه بیای. تو میری حرکت خزنده تا جایی که امکان داره. وقتی که اون موتور یا ماشین مقابل حرکت کرد تو هم دیگه حرکتت رو انجام. برای اینکه بتونی حرکت خزنده رو به راحتی انجام بدی باید پا روی پنجه پا روی جا پا باشه. کاملا باید با هر دو تا پا موتور رو بغل بکنید و بالاتنه از کمر به بالا باید دیگه ریلکس باشه، خیلی شل، مثل ماکارونی باید شل باشه. شما فشار رو میارین به اینجا، محکم موتور رو گرفتیم، موتور بغل شده با پاها، خود شما ریلکس هستین. اون بالاتنه، دستا ریلکس، شونه ها ریلکس، کمر ریلکس. با این بالاتنه ریلکس است که شما بالانس موتور رو تو حرکت خزنده، عبور از موانع تو امتحان رانندگی باید انجام بدین. توجه کردین مربی موتورسواری چطور از تکنیک حرکت خزنده برای عبور از موانع استفاده کرد؟ در مرحله بعد دور 360 درجه میزنه. به چراغ ترمز دقت کنید، به نوع نشستنش و جهت نگاهش دقت کنید، به نوع گرفتن دستاش که چقدر ریلکسه و خونسرد داره حرکت رو انجام میده دقت کنید. اینا همه تکنیک هایی هستش که تو کلاس موتورسواری به ما آموزش داده. اگر به نظرتون اومد که این تکنیک ها سخت یاد گرفتنش، چطور من همه اینا رو به یادم بیارم، من بهتون میگم که اصلا نگران نباشید. بعد از چند ساعت رانندگی واقعا اینا دیگه تو ذهن میشینه، بدن عادت میکنه و شما دیگه بهش فکر نمیکنید، اتومات اینا رو انجام میدید. بنابراین خیلی خوبه که از ابتدا به صورت اساسی یاد بگیرین این تکنیک ها رو تا بدنتون درست عادت کنه. نکته دیگه که میخوام بهتون بگم اینه که اون شب روزی که رفتید و تمرین رو یاد گرفتید یا روز بعدش سعی کنید تمرین ذهنی بکنید. مثلا چشمتون رو ببندید و فکر کنید که دارید از نوترال میرین 1 و حرکت بکنید، از 1 میرین 2، از 2 میاین به 1. این رو تو ذهنتون تمرین بکنید. ترتیب گاز، کلاج، دنده عوض کردن رو هی با خودتون تکرار بکنید. این باعث میشه که پیشرفت سریعتری داشته باشید. یک آموزش بسیار نادرست هست که در موتورسواری تو ایران داده میشه و اون اینه که ترمز جلو خطرناکه و ترمز عقب ترمز اصلیه. این اشتباهه. اونم به خاطر اشتباهی که از دوچرخه سواری میاد. از بچگی یاد گرفتیم که ترمز جلو خطرناکه. موتورسیکلت 200 کیلوگرمی رو با اون طراحی و کمک فنراش و اینا میان مقایسه میکنن با یه دوچرخه 10-20 کیلوگرمی که من میتونم به راحتی بلندش کنم. مرکز ثقل این دوچرخه رو من رانندش مشخص میکنم، وزن من مشخص میکنه. موتورسیکلت یه داستان جدایی داره. ترمز اصلی موتورسیکلت ترمز جلوه. در ترمز اضطراری باید استفاده بشه، نه ترمز عقب. ترمز عقب فقط برای ترافیک، برای حرکت خزنده استفاده میشه، نه برای ترمز اضطراری. چیزی که تو نروژ هم مرتب آموزش داده میشه. فقط تو موتورهای کروزر هستش که تقریبا 50-50 عقب و جلو با هم استفاده میشه. اونم به خاطر مرکز ثقل بسیار پایین و نوع طراحی کروزره که این اتفاق میفته. تو موتورهای اسپورت، ادونچر اینا تماما ترمز جلو ترمز اصلیه، نه ترمز عقب. این تمرین توقف اضطراری. این علامت قرمز رو نشون کردم رو زمین، تا اینجا سرعت میگیرم، به این علامت که رسیدم ترمز اضطراری میگیرم و ببینیم چقدر طول میکشه تا موتور متوقف بشه. با دنده 2 حد اکثر سرعتی که میتونم بگیرم. این تمرین برای اینه که یاد بگیریم از تمام قدرت توقف ترمز جلو استفاده کنیم و ترسمون هم بریزه. هر بار با توجه به توانایی و اعتماد به نفسی که پیدا میکنید سعی کنید که سرعت رو افزایش بدید. دنده 1، پا روی زمین، خاموش کنم ببینیم چند قدم شد. 1 2 3 4 5 6 7 قدم طول ترمزم شد. توقف. 1 2 3 4 5
6 قدم. تقریبا هر قدم من 1 متر 6 متر طول کشید روی دنده 2 از محل علامت تا توقف کامل. مرحله به مرحله سعی کنید که سرعت رو بالا ببرید تا ببینید طول ترمز چقدر میشه. 1 2 3 4 5 6 7 متر. یه خورده باید سرعت هم بیشتر می بوده. ترمز خوبی گرفتم. میبینید هر چقدر که سرعت افزایش پیدا میکنه طول خط ترمز شما افزایش پیدا میکنه. این خیلی مهمه واسه اینکه شما بدونید که چقدر باید با ماشین مقابل، با اون شی مقابلتون فاصله بگیرید تا خطر تصادف رو موقعی که اونا ترمز اضطراری میزنن کم بکنید. از اون طرف دیگه این تمرین به شما کمک میکنه تا ترستون از ترمز اضطراری گرفتن بریزه. فقط یه نکته ای رو در نظر داشته باشید. موتور من ترمزهای خوبی داره. هر دو چرخش ترمز ABS داره و هر دو چرخش هم ABSش فعاله. این به من کمک میکنه من بدون نگرانی ترمز اضطراری بگیرم. چرخها قفل نمیکنه. وقتی ABS ها درگیر میشه موتور یه تکونی میخوره و متوقف میشه. اما اگر موتورتون ABS نداره، مثل خیلی از موتورهای ایران متاسفانه، روی این تکنیک تمرین بیشتری بکنید. شما نمیتونید یکو اهرم ها رو فشار بدید به خاطر اینکه چرخها قفل خواهد کرد و موتور سر میخوره. شما باید روی تکنیکتون کار کنید، به همین روش هی مرتب کار کنید تا به صورت ملایم شروع کنید. خیلی ملایم اهرم رو فشار بدید و بعد نگه دارید. در اون آخر فشار کامل وارد بشه تا چرخها قفل نکنه. یه حرکت بسیار مهم در موتور سواری که باعث صرفه‌جویی در انرژی شما و جلوگیری از خسته شدن سریع شما روی موتور میشه، استفاده از فرمان‌های کانتر استیرینگ تو رانندگی. این فرمان بدون صورت عمل میکنه که وقتی که در سرعت بالاتر از برای مثال 20 کیلومتر میخوای به سمت راست بری، دیگه دسته موتور رو به سمت خودت نمیکشی که موتور به سمت راست حرکت کنه. این برعکس اتفاق میفته. توی یه سرعت مناسب با فشار دادن دسته موتور به سمت مقابل، یعنی به سمت جلو، موتور میخوابه به بغل و دور سمت راست انجام میده. همین اتفاق برای سمت چپ میفته. من دیگه وقتی که دارم به سمت چپ میگردم دسته موتور رو نمیکشم به سمت خودم، بلکه دسته موتور رو فشار میدم به سمت جلو و موتور میخوابه به سمت چپ و این دوره به سمت چپ رو انجام میده. توی سرعت بالا اون شتابی که موتور داره، وزن خود موتور، استکاک با زمین، اگر شما فکر کن یک روز کامل به جای انجام حرکت کانتر استیرینگ فرمون رو بکشی به سمت خودت، چپ راست، دیگه از کتکول میفتی. چه خستگی، چه فشاری به شونه ها، دستا، کمر وارد میشه که این موتور بخواد به چپ و راست بگرده، در صورتی که کانتر استیرینگ بسیار انرژی کمتری مصرف میکنه. شما از قوانین فیزیک داری استفاده میکنی برای گردش به چپ و راست. شما با یه فشار کم به دسته موتور رو میگردونی به چپ، یه فشار کم به راست موتور رو میگردونی به راست. این کانتر استیرینگ نیاز به تمرین داره، نیاز به یادآوری داره، به خصوص برای کسایی که موتور سواری رو به صورت اصولی یاد نگرفتن و این قانون رو نمیدونن. این رو باید جا بندازید که من میخوام به سمت چپ یا راست برم، از کانتر استیرینگ استفاده کنیم. یه نکته دیگه هم که داره، من خودم هم گاهی فراموش میکنم این رو، موقع خروج از پیچه، وقت پیچ سمت راست رو انجام دادی، کانتر استیرینگ انجام دادی به سمت راست، حالا موتور در جهتی قرار گرفته که میخواید راه رو ادامه بدی، کانتر استیرینگ مخالف انجام میدی و موتور راست میشه و به راهتون ادامه میدین. اگر این رو فراموش بکنین، اتفاقی که میفته کانتر استیرینگ راست رو انجام میدی، دور رو انجام میدی، تمام میشه، حالا میای دسته رو میکشی به سمت خودت تا موتور رو راست کنی. این یه حرکت تکنیکی برای پیست موتور سواری نیست. این یه حرکتی که باید یاد بگیرین، تمرین بکنید و هر روز ازش تو موتور سواری استفاده بکنید. دانش آموز و مربی هر دو این سیستم ارتباط رو دارن که به صورت بیسیم عمل میکنه. مربی که پشت سر دانش آموز تو خیابون‌ها داره یا تو جاده داره رانندگی میکنه، یه سری دستورات، قوانین، پیشنهادها رو از طریق این سیستم کامیونیکیشن یا سیستم کام به شاگردش منتقل میکنه. این اجباریه. این دانش آموز موتور سواری باید حتما این سیستم رو روی کلاهش نصب کرده باشه، یا خودش تهیه میکنه یا اینکه خود مدرسه داره به صورت امانتی در اختیارش میذاره.
دانش آموز و مربی موتورسواری باید جلیقه ایمنی با علامت L یا اسکول به معنای مدرسه هم بپوشن. این برای اخطار به رانندگان تو خیابونه تا احتیاط بیشتری کنن و دانش آموز رو در موقعیت خطر قرار ندن. با توجه به پیشرفت دانش آموز موتورسواری و احتمالاً در ساعت دوم آموزش، مربی و دانش آموز به یه خیابون خلوت میرن. اونجا دنده کشی برای دنده‌های بالاتر و آموزش تکنیک‌های رانندگی در خیابون‌های شهری رو شروع میکنن. فقط با من باید نگاه کنید به صورت راننده، ببینید که شما رو دیده باشه. این بهتون امنیت بیشتری میده. جایگیری در هنگام گردش به چپ یا راست در تقاطع. برای گردش به چپ باید بیاید به کنار خط میانی و اگر ترافیکی از مقابل نمیاد گردش کنید به خیابان سمت چپ و در میانه مسیر خودتون قرار بگیرید. گردش به چپ نزدیک خط، نگاه، بدون اینکه زیاد به جدول سمت راست نزدیک بشید که خدا نکرده بیفتید داخل جوب یا بخورید به جدول یا در مقابل ترافیک روبرو قرار بگیرید. برای گردش به راست باید بیاید کنار جدول یا منتهی راست خیابون و بعد گردش کنید به خیابون جدید بدون اینکه از خط وسط خیابان جدید عبور کنید و در مقابل ترافیکی که از روبرو میاد قرار بگیرید. اینجا رو ببینید. راهنما، سرعت مناسب، سمت راست، نگاه و گردش. من اگر وسط بمونم احتمال این که بیام و از خط وسط رد شم خیلی زیاد خواهد بود. تفاوت اصلی رانندگی با موتور و ماشین: روی موتور در مقایسه با راننده سواری روی ارتفاع هستید، بنابراین میدان دید بهتر و قدرت مانور بیشتری دارید، اما همزمان روی موتور روی دوچرخ و آسیب پذیرتر هستید، بنابراین باید با سر بالا و نگاه به دور دست و با برنامه‌ریزی خیلی بهتری رانندگی کنید و حواستون رو هم 6 دنگ به رانندگی بدید. موقع دنده کشی به سمت دنده‌های پایین‌تر عوض کردن چند دنده با یه بار گرفتن کلاچ اشتباهه. اگر برای کم کردن سرعت زمانبندی و برنامه‌ریزی درستی داشته باشید، برای هر بار عوض کردن دنده به سمت پایین یه بار کلاچ رو درگیر می‌کنید. لازم نیست که کاملا کلاچ رو باز کنید، بلکه با کمی باز کردن کلاچ زیر دستتون حس می‌کنید که وقتشه که دنده عوض بشه. نه که نشه، خیلی از موتورها میتونن دنده رو عوض کنن، ولی روش درست دنده پایین آوردن از یه سرعت بالا به این صورته. یعنی باید کلاچ گرفته بشه، ول بشه برای هر دنده. نباید یه کلاچ بگیری و چند بار دنده رو بیارین پایین. اینجا چراغ قرمزه، من چیکار میکنم؟ میرم یک کراولینگ تا چراغ سبز بشه. توقف نمی کنم. ببین این چراغ سبز شد، من همینطور کراولینگ میکنم یا اما حرکت خزنده میکنم تا ترافیک راه بیفته. دارم فشار میدم، نمیکشم. دوباره کرالینگ تا این ترافیک بره. حالا ببینین کانتر استیرینگ، دارم فشار میدم به راهنما، یه نگاه و میره. یه عادت خوب برای خودتون جا بندازید. برای خط عوض کردن عادت کنید که ابتدا به آینه نگاه کنید و چک کنید که خودروی کنارتون نباشه یا سعی در سبقت گرفتن نداشته باشه و درست قبل از عوض کردن خط با نگاه چشم هم نقطه کور آینه ها رو چک کنید و بعد اقدام به تغییر لاین کنید. یه پارکینگ رو در نظر بگیرید. عرض پارکینگ برابر طول موتور منه. میخوام در فضای دو تا پارکینگ من دور 360 درجه بذارم. یعنی از یه گوشه پارکینگ وارد میشم، دور 360 درجه میزنم، سعی میکنم از گوشه یر همون پارکینگ هم خارج بشم. یه چیزایی نیاز هست رعایت بکنید. از حرکت خزنده استفاده میکنید. RPM 3 یا 4000 تا رو نگه میدارید. با کلاچ و ترمز کار میکنین تا این دور رو انجام بدین و خارج بشین. دیگه من با گاز کار ندارم. گاز رو تقریبا ثابت نگه داشتم. با کلاچ بازی میکنم و با ترمز.
نگاه کجاست؟ نگاه به زمین، به دسته، به اینا نگاه نکنید. سعی کنید سر بالا باشه، به روبرو نگاه کنید. بعد که میخواین دور رو شروع کنید باید به یه فضای دوردست اون بالا نگاه کنید. به محض اینکه سر رو بیارین پایین بالانس به هم میخوره، موتور میفته. باید دید رو، سر رو بالا نگه دارین. وقتی با گوشه چشم خروج رو دیدین بعد میتونید به فاصله مثلا 2-3 متری بالای اون نقطه خروج نگاه بکنید و خارج بشید. حالا بریم اجرا کنیم. یه قانون موتور سواری داریم که شما به هر جای نگاه کنی موتور به همون سمت میره. بنابراین در انجام پیچ ها شما باید به نقطه‌ای که پیچ تموم میشه، نقطه‌ای که در انتهای دید شما هست، به اونجا نگاه بکنی و این نگاه هم باید اغراق‌آمیز باشه. من یه پیچ سمت راست رو میخوام انجام بدم، پیچ میگرده، با چشم نگاه نکنید، باید یه نگاه اغراق شده به صورتی که چونه به سمت آینه راست باشه. این نگاه من به سمت خروجی پیچه. برای پیچ سمت چپ هم همینطور، چونه رو به سمت آینه و به سمت خروجی نگاه میکنید و چشم هم که همونجاست، چشمتون هم نگرده. اگر دارید پیچ انجام میدید، پیچ سمت چپ رو، اگر یه لحظه هم حتی نگاه رو برداری، اون باعث میشه موتور تکون میخوره و مسیر عوض میشه. قانون موتور سواری، موتور به جایی میری که تو داری بهش نگاه میکنی. این خیلی مهمه برای اجرای بی‌نقص پیچ ها. موتور جای مناسب، تنظیم سرعت، نگاه، کانتر استیرینگ، موتور راست میشه. نگاه، کانتر استیرینگ، موتور راست میشه. نگاه، کانتر استیرینگ، باز رو ادامه میدیم، موتور راست میشه. دوباره نگاه، کانتر استیرینگ. این پیچ چون جای همون شدن پیچ دورتر بود و با نگاه به اونجا من یه دور کمتری میگیرم. یه پیچ بعدی که محل نگاه من اون گوشه تصویر باشه نزدیکتر به من، پیچم هم تندتر میشه. سرعت میگیری تا پیچ هم رها میکنی گاز رو یا از ترمز استفاده میکنی. نگاه، کانتر استیرینگ، گاز رو میگیری و حالا موتور راست میشه. حالا اینجا یه 360 نگاه، حالا در مسیر راست میشه. بعدی کتاب حالا اینجا سرعت ما ترمز تنظیم کنم. نگاه، کانتر استیرینگ، در مسیری که قرار میگیرم موتور رو راست میکنم با کانتر استیرینگ مخالف. ادای موتور رو گوش کنید، نه قطع میکنم نه ترمز میگیرم. چرا؟ چون سرعتم رو تنظیم کردم. وقتی که دنده رو به صورت معمولی عوض میکنی اینطوری بود که گاز رو میبستی، کلاج رو میگرفتی، دنده رو عوض میکردی، در حالی که کلاج رو به آرومی رها میکردی گاز هم میدادی و ادامه میدادی مسیر رو. در حالت ریو مچینگ این اتفاق میفته. چی شد؟ قبل از اینکه گاز رو ببندم یه حرکت اینطوری به مچ میدم، یه گازی میدم، کلاچ رو خیلی سریعتر از قبل میگیرم و راه میکنم، همزمان هم دنده میزنم به سمت پا. اگر این سه تا حرکت درست انجام بدین موتور یه صدای قشنگی میده و میره دنده پایین‌تر. اگر یه خورده اشتباه بشه موتور میپره. اینو باید تو رانندگی انجام بدم که صداش رو بتونیم ببینید چه صدای زیبایی داره این ریو ماشین و دنده معکوس کشیده. حالا وقتی که کویک شیفتر داری، کویک شیفتر یه وسیله الکترونیکه که این بغل نصب شده، توی کسر دستانی گاز رو قطع میکنه، کلاج فعال میکنه و فقط شما با دنده. تقریبا تمام موتورهای پیشرفته و جدید کویک شیفتر رو دارن. روی موتور من به عنوان آپشن بود که من خریدم و گذاشتم. حالا بریم و هر دو استفاده از کویک شیفتر و دنده معکوس کشیدن با ریو ماشین رو نشون بدم بهتون. دنده معکوس با ریو ماشین می‌بینی RPM میره بالاتر.
کویک شیفتر باید 3000 RPM داشته باشید تا عمل کنه. ببینین کلاژ ندارم، ببینین رفته، میارم 3000، حتی گاز هم نمیبندم. ببین رفت پایین. میره بالا. این روشیه که به اصطلاح کویک شیفتر عمل میکنه. جذابه ولی واقعا واسه من ویو مچینگ حال بیشتری میده تو موتور سواری. الان چیزی که میس میکنم اونه. برای چی ترمز جلو رو با تا انگشت میگیریم؟ واسه اینه که موقعی که ترمز گرفتن یهو اگر 4 انگشتی بگیری با قدرت زیادی محکم میبندی، لاک میکنی، به قولی چرخ‌ها رو قفل میکنی. اما میگم با 2 تا انگشت بگیرید، به خاطر اینکه یه ترمز ملایم بگیرید، یعنی یهو چرخ رو لاک نکنید. دارید دور میزنی ولی میترسی ترافیک میاد یا اینکه فکر میکنی که من پیچو دارم تموم نمیکنم، ترمز محکم میگیری. ترمز محکم که میگیری موتور راست میشه، دیگه نمیتونی پیچ رو ادامه بدی. وقتی که ترمز محکم میگیری موتور راست میشه و از جاده بیرون میره. یه ترمز محکم میگیرم، ببینید موتور راست شد. حالا میخوام همین حالت یه ترمز ملایم بگیرم. الان دارم میرم، حدود سرعتم 30 تاست. حالا شروع میکنم به ترمز گرفتن. یعنی هنوز میتونم من ادامه بدم پیچ رو. وقتی که ترمز میگیری که باید گاز رو هم رها کنیم دیگه. وقتی یه ترمز ملایم میگیری باعث میشه که وزن موتور به چرخهای جلو منتقل میشه، کمک فنرهای جلو میشینه، حتی لاستیک جلو یه استکاک بیشتری با زمین پیدا میکنه. گاز رو هم که ول کردی یه ترمز خیلی آروم، مثلا 5% ترمز رو درگیر میکنی. اما اگه پنیک کنی و یهو بگیری موتور راست میشه، میری بیرون دیگه. بیشترین تصادفات هم حداقل تو آمار نروژ خروج موتور سوارها از پیچ‌های به سمت چپه، یعنی پیچ به سمت چپ میره، موتور سوار نمیپیچه، میره بیرون از جاده.